مادری بود یک چشمش عاجز بود و یک پسر خور داشت. این مادر در مکتب فراش شده کار میکرد. عادی کرده گویم پالهای مکتب را میشست. پسرش باشد در صنف یکم میخواند. مادری بیچاره بعد کار مکتب به دیگر کارها رفته کار کرده پسرش را از هیچ چیز کم نمی کرد. اما پسرش باشد با گذشت زمان کلان شده از مادری عاجزش شرم می داشت. هر روز به مادرش می گفت وقتی که به مکتب می روم من تو را نمی شناسم. تو هم همین خیل باش در نزد همسنفایم. پسرم نگو چرا که من شرم می دارم از شما. مادر گفته های فرزندش را کرد تا که پسرش شرم ندارد گفته. از بین سالها گذشت. خاندار شد. در تویش مادرش را تکلیف نکرد. پسر فرزنددار شده از مادرش جدا شده مادرش را فراموش کرده بود. مادرش سالها منتظر پسرش بود که کی از در آید. مادرش مریض و عاجز بود. روز سراغه پسرش را جستجو کرده دریافت کرده درش را 3 بار تک تک زد که زن از خانه برآمد و گفت تو کی هستی؟ پیرزن جواب داد من راهگذرم. می توانی مرا یک چند ساعت مهمانداری کنی؟ زن که زنی خوب بود خانه در آورده مهمانداریش کرد. ناگهان پسرش از در آمده دید که مادرش با فرزندانش بازی دارد. در حال به مادرش گفت به خانه ات رو تا که فرزندان من نترسند از یک چشمی نابوده ای تو و دیگر اینجا نیا. مادر باز گفته های پسرش را کرد چرا که دوست می داشت پسرش را. روز دیگر مادر باز به خانه پسرش آمد تا که پیش از مردن یک بار روی پسرش را ببیند. اما پسرش نبود. در خانه زنش پیشواز خوب گرفته گفت درآیید مادر جان. مادر نه در آمد و لیک بر دست کلینش یک نامه داد و رفت. پسرش بیگاهی به خانه اش آمد. همسرش نامه مادرش را داد و گفت این نامه از مادر شماست. امروز به دیدار تو آمده بود. افسوس که شما نبوده. این نامه را گذاشت و رفت. پسرش نامه را گرفته به خیال شده نخواند. پس از یک روز به امر الهی نامه به فکرش رسید و خواند. در نامه چنین نوشته بود پسرم، پسر جانم، وقتی که تو خرد بودی چشمت از کار مانده بود. من به این حال تو طاقت نآورده چشم خودم را به شما داده بودم تا که تو عیبدار نشوی. پسرم مرا ببخش اگر یگان کار خطایی کرده باشم. پسر بعد از خواندن این نامه از چشمانش آب ریخته در حال به خانه مادرش رفت. اما خانه مادرش خالی بود. مادرش را نیافت. پسر از همسایه ها مادر خود را پرسان شد. همسایه ها گفتند مادری تو یک روز پیش ز عالم گذشته است. پسر با شنیدن این سخن خیلی گریان شده از کارهای کرده‌اش پشیمان شده بود، اما هیچ فایده نداشت.